ما خودم از مرز خود دیپورت کردم از این خاطر که افغانیا را دیدم، این وضعیت دیدم. این طالبا، من این خواهش از طالبا دارم که پرسان کو اونجا برو، پرسان کو تو با خدا و قرآن در سرش خلطی سیاره مندازه که کسی بیرق اسلامی داره، کسی که ریش داره، این باید پرسان شوه. هیچ کس با خدا پرسان نمیکنه. ما با کلگی گشتم اینجا، ما گفتم پرسان کو، هیچ کس صدای مرا نمیشنوه. ما گفتم ما درد دارم، از ایران آمدیم، سرکاریگری 700 نفر هستم، کلش مرا در ایران میشناسه. ما از خاطر از اینجا آمدیم، ما گفتم ما صدای شما را بلند میکنم. هیچ کس حقشان نمیته، اینجا هیچ کس حق کس را نمیشناسه. همین خود طالبا چرا صدای مرا نمیشنوی؟ پیش کلانت رفتم، فقط فیلم میگیری، میگی برو بیرون. صدای مرا بشنو، درد مرا بشنوی. افغانی نه قزون بر نمیایه. با خدا کلش اینجا شکنجه میشه، کسی پرسان نمیکنه. یک افغانی اونجا شکنجه شد، طالبا را گفتم چرا پرسانش نمیکنی؟ میگه برو پیش. پرسان از او را کو، بیچاره بدبخت خانه داره، اشتوک داره، پرسان از او را کو. با خدا ای طالبان پرسانش نمیکنه. ما از ایران آمدیم از خاطر از اینکه اینجا یک مصاحبه بگیرم که صدا را بالا ببرم که چرا این کار میکنه. دقیقه افغانیا دقیقه به دقیقه با پول از ما میگیره. یک پول با خدا از ما گرفت، من نه که بی پول باشم. 30 میلیون گرفته بودم، 30 میلیون نه پول دارم. نه هر کس کمکم کردیم از این خاطر که من آمدم این درد افغانیا را بگویم. درد افغانیا را هیچ کس با خدا نمیشنوه. این را باید به هر کی برسانی که این درد افغانی را بشنو. اونجا شکنجه میشه. با خدا و قرآن ایرانی تو را میگم، من در این چشم خود دیدم. یک نفر شکنجه کردی ولی هیچ کس صدای خدا بلند نکرد. تو هم خوش هستی ولی دلت میترقه. حتما این جواب از این سوال حتما از طالبان من میپرسم که باید اوجا پرسان شوه. این چیزی که بندیست افغانی ها ایره کو. ما با چشم خود دیدم، مرم بردی داخل. با خدا مردم مرا برد داخل. ما کل ویدیو هر چیز پاک کردم. در ویدیو مرا کلش 12 میلیون نفوس افغانستان مرا در تیک تاک به نام عمران سادات میشناسه. امی حق گفتیم، در ایران هم نترسیدیم، حق گفتیم. پیشوری مامور اثر کیاس ما حق گفتیم، ولی خدا مرا نجات داد از اینجا. ولی باقیه که اینجا گرفته نیست، غم از یار امارات اسلامی بخوره، یارا ویل کنه. و السلام.